اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.
آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، در برنامه آستانه هستیم و امروز با هم عاید انسان‌هایی که روزه آنها قبول نمی‌گردد صحبت می‌کنیم. البته هر یک ما و شما درباره اجر روزه‌دار و اینکه روزه‌دار دعایش اجابت می‌باشد و در بهشت دروازه هست با نام ریان که روزه‌داران از آن داخل می شوند و این چنین فضیلت و دیگر از فایده های زیادی روزه‌داری می دانیم. ولی ایده هستند که با آنکه 16 ساعت و 17 ساعت گرسنه می نشینند و با آنکه همیشه تمام سال انتظار روزه‌داری هستند، روزه اشان قبول نمی شود. و این گروه کیها هستند؟ بیایید از نزدیک اینها را بشناسیم تا اینکه خدای نکرده از جمله اینها نباشه. اولین طایفه و یا اولین گروهی که روزه آنها به درد آنها نمیخورد و هیچ اجر و پاداش ندارد، این انسان‌هایی میباشند که به شرک آمیخته هستند. آن هم شرک اکبر، شرکی که به الله کسی را و یا چیزی را شریک می آورند و آن چیزی که صفت و یا خود فعلی که خاص الله است آنها به یکی از بندگان و یا به یکی از مخلوقات دیگر نسبت می دهند. معنای شرک همین است: کسی را و یا چیزی را و یا هر یک مخلوق را به الله برابر کردن، به خالق یکتا برابر کردن و آن صفت و یا آن عظمت و بزرگی که خاص الله هست خاص نفر دیگر و یا مخلوق دیگر دانستن. برای مثال عبادت، تمام عبادت از آن الله می باشد و تمام بندگان باید یگانه الله را عبادت کنند به قصد ثواب گرفتن. هر عبادتی که به پروردگار کرده نمی شود به یگان مخلوق و به یگان چیز دیگری کرده می شود الکی شرک می باشد. و این چنین هر یک صفتی که خاص الله هست، کشتن و زنده کردن، رزق دادن، شفا دادن، خوشبخت کردن و بدبخت کردن، اگر این صفتها را ما خاص یگان مردم و یا چیزی دیگر، مزار، سنگ، درخت دانستیم، در این وقت به شرک آمیخته می شویم. و یا اینکه یک عملی که فقط الله از عهده آن می براید، فقط الله به آن قادر است، اگر ما گفتیم این کار را بنده کرده می تواند، مثل اینکه فلانی فرزندی مرا زنده کرد، فلانی سبب شد که فرزندی من الکی مرده بود، و یا اینکه فلانی نباشد من از گرسنگی میمیرم، فلانی است که من در روی زمین قدم میمونم، اینها همه اش باید بگوییم که الله است که من زنده هستم و یا الله است که من رزق میخورم و چیزهای دیگر. پس این سخنها اگرچه عادتا در دهان مردم چرخ میزنند اما معنای شرکی دارند و اگر انسان ندانسته کرد، تماما نمیدانست، مسئله دیگر است. اما دیده و دانسته، نه من به الله هم باور میکنم اما این مخلوق هم چنین اولیا است و یا به این کار قادر است و یا ارواح فلانی این را میداند، گفتیم دیگر این به شرک داخل می شود. و الله در قرآن میگوید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. در حقیقت ای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به تو و به آنهایی که پیش از تو بودند ما وحی کردیم که اگر شرک ورزیدی تمام عملهای تو باطل می‌گردد، تمام عملهای تو قدر خودش را از دست می‌دهد و هیچ ارزشی ندارد، برباد می شود و یا خود عملهای تو محو می شود. برای همین با دلیل از همین آیت تمام علمای اهل سنت دلیل می گیرند که هر کسی که به شرک آمیخته شده است
او هر عملی که کند، خواه روزه باشد، خواه نماز، خواه صدقه، هیچ اجر ندارد. و صایمین یا خود روزه‌داران هم اگر از جمله این گونه انسان ها باشند، از قبر یاری طلب کنند و یا نفره را سبب اساسی و یا خود دهنده حیات و بخت و رزق دانند، الکی این به شرک داخل می شود. و گروه دیگر، گروهی که روزه آنها فقط به خاطر گرسنگی و تشنگی هست، هیچ اجر ندارد، این انسان های می باشند که ریاکار هستند. البته ریا تقسیم می شود: عمل هایی که خاص برای مردم است و عمل هایی که برای الله است، ولیکن کمی خواست مردم و یا تعریف کردن مردم رو هم ما در این عمل در نیت داریم. محض عملی که فقط به خاطر مردم، که مردم مرا روزه‌دار گویند، اگر من روزه ندارم مردم چی میگویند؟ در این عائله همه روزه‌دار هستند، من هم مجبور هستم روزه گیرم. اگر با چنین سخنها ما روزه گرفتیم که یگان نیت برای اجر و ثواب در این روزه نیست، یگان مقصد از بهشت و از رضایت الله نیست، فقط مقصد ما مردم چی میگویند، مردم روزه‌دار هستند، من هم روزه‌دارم هست، در این وقت از روزه ما هیچ اجر نیست. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در مسند امام احمد آمده است میگویند: ان اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر الریا، یقول الله یوم القیامة اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، ببخشید تراؤون فی الدنیا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. من از چیزی که برای شما خیلی و خیلی میترسم این شرک اصغر است. وقتی پرسیدن یا پیامبر الله شرک اصغر چی است؟ گفتند ریا. ریا خودش از کلمه دیدن است، یعنی برای دیدن مردم، به اینکه مردم ببینند یک عملی ثوابی رو انجام میدهد. و در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت وقتی مردم جزای عملهای خود و پاداش عملهای خود رو میگیرند، به آنهایی که به خاطر مردم عملی ثواب انجام میدادند گفته میشود بروید و برای کی این عمل رو انجام داده بودید از آن طلبی جزا و یا طلبی مکافات کنید، ببینید که آنها به شما پاداش داده می توانند یا نه. و با همین معنا احادیث زیادی دیگر هم هست که روز قیامت الله سبحانه و تعالی به آنهایی که به خاطر ریا، محض به خاطر مردم عمل ثواب کرده بودند میگوید برو و برای کی این عمل را کرده باشی از آن اجر و پاداش طلب کن. پس وقتی ما روزه می داریم هرگز در ذهن ما مردم روزه دار هستند، اگر روزه ندارم مردم چی میگویند، این عائله همه اش روزه دار است، من هم دیگر مجبور هستم. اگر این اقوال در ذهن ما چرخ میزند بدانید که روزه ما به خاطر الله نیست، محض آن ریا و یا نمایش دادن به مردم می باشد. برای همین الله میگوید من کان یرید حرث الاخره نزید له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها و ما له فی الاخره من نصیب. هر کسی که برای آخرت عملی رو انجام داده باشد ما بالای عملی او باز اضافه میکنیم، از فضل خود زیادتر اجر میدهیم. اما کسی که به خاطر دنیا، به خاطر مردم، به خاطر اینکه در دنیا قدر و قیمتی داشته باشد چیزی را حاصل کند عمل ثواب انجام دهد، در روز آخرت برای او هیچ نصیبی نیست. برای همین وقتی روزه می‌داریم حتما باید روزه ما به خاطر الله باشد. مردم چی میگویند و مردم روزه دار هستند، این اهل عائله که من هستم همه روزه دار هستند، اگر روزه ندارم مرا بد میبینند، اگر این چیزها در ذهن ما باشد بدانید که عملی ما و یا روزه ما هباء منثورا می باشد، یعنی یگان اجر و پاداش ندارد. و این چنین از سیوم طایفه مردمی که روزه آنها فقط گرسنگی و تشنگی هست و هیچ اجر و ثواب نمیگیرند، اگرچه تمام روز گرسنه باشند و به تمام مردم فیغان زنند که من روزه دار هستم. این نفرانی هستند که دین الله را و آن چیزی که در دین است تمسخر میکنند، مسخره میکنند. برای مثال میگویند درباره خرید و فروش از مولا یا از قرآن نپرسید،
یعنی دین درباره این چیزها نباید صحبت کند و یا اینکه یگان رابطه یگان رابطه بین زن و شوهری باشد و یا بین عائلوی باشد و از قرآن دلیل آوردید و یا از حدیث پیامبر گفتید، یک بار خنده کنان میگویند یک بار به همین جا هم قرآن داخل شد یعنی پیامبر در همین موضوع هم صحبت کرده اند، یعنی یک بار در همه کارها شما ملاها صحبت میکنید. این مسخره کردن یک مولا نه، مسخره کردن آیت و یا حدیثی که از زبان یک دانشمند می آید. این چونین یک نفر را به خاطر حجابش مسخره کردن، به خاطر آنکه او برای الله لباس ظاهریش را موافق شریعت کرد مسخره کردن، یک نفر را به خاطر آنکه بسم الله میگوید و یا ان شاء الله میگوید مسخره کردن، یک نفر را به خاطر آنکه آنچه که در دین سنت گفت و ثواب کرد فقط به خاطر همان عمل دینی مسخره کردن. الکه اینها همه اش تمسخر می شود که انسان را حتی از دین خارج می کند. یعنی دین را مسخره کردن، آیت هایی که درباره اقتصاد، درباره زن و شوهری، درباره حیض و نفاس مسخره گرفتن، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را به خاطر بسیار زنی و یا به خاطر یکی از عملهایشان همچون پیامبر کردن و همچون پیامبر را مسخره کردن و این چونین یگان از دانشمند رو، مسلمان رو به خاطر عمل دینش مسخره کردن، به خاطر خلقها و یا خود صفتهایی که همچون انسان در او وجود دارد، قدی پست یا چیزی دیگر، اگر مسخره کردید گناهگار می شوید اما از دین خارج نمی شوید. لیکن مخصوص دین را تمسخر گرفتن انسان را از دین می برارد، تماما خارج می کند که الله می گوید قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. وقتی گروه از منافقین صحابگان را مسخره میکنند که خیلی مردمی ترسک هستند و خیلی شکمهای کلان دارند، خوردن را دوست میدارند، با این مسخره اشون هم پیامبر هم صحابگان پیامبر را میکردند. در این باره الله میگوید شما کی را؟ الله را، قرآن الله را و پیامبر الله را دارید مسخره میکنید؟ هرگز اعتذار نپرسید، شما بعد از اون که گفتید ایمان دارم دیگر کافر شدید. برای همین نفرانی هستند که خیلی خوب نمازخوان هستند، روزدار هستند، در سیما هم میگویند من الحمدلله مسلمانم، اما بعضی مسئله هایی که در قرآن هست اگر گفتید که آیت الله هست یا بعضی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گفتید، یک بار به مسخره می درآیند و این چیز بخشش زیاد در بسیاری از خواهران خیلی هست که مثلا درباره دو زنه یا سه زنگی آیت رو گفتید که الله میگوید این چیز حلال است، یک بار در شکلشان تمسخر رو میبینید که حقونی همین چیز رو الله حلال کرده است، یعنی همین چیز یک چیزی است که عیناً نباید باشد. هم این کار هم تمسخر که اگرچه به ما خیلی ساده است لیکن انسان را کاملا از دین خارج میکند. نه روزه ما، نه نماز ما و یگان از عمل ما در این وقت مقبول الله نیست، چون انسان خیلی که گفتیم تماما از دین میبراید. و درباره چهارم و پنجم و ششم گروهی که روزه اشان قبول نیست، آیت ببخشید حدیث کاملا آمدگی است. اول حدیث رو میخونیم، بعدا یک به یک این گروه رو میگویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابی امامه روایت میکنند میگویند ثلاثه لا یقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، عاق و منان و مکذب بالقدر. سه گروه انسان هایی هستند که الله از آنها نه صرف و نه عدل، در شرح حدیث می آید نه عملهای نافله آنها نه عملهای فریضه آنها، یگان تای از این عملها را الله از آنها قبول نمی کند. این سه گروه که نه نمازهای نافله اشان نه فریضه اشان و یگان عملهایشان اصلا قبول نیست که ها هستند. اول شده عاق پدر و مادر، دوم منان اونه که میدهد و به کسی خوبی میکند و بعداً منت میکند، سوم اونه که به تقدیر الله دروغ میگوید یا تقدیر الله را دروغ میشمارد. بیاید یک به یک ببینیم. یعنی چهارم طایفه که روزه آنها قبول نیست موافق این حدیث و یگان عمل آنها اصلا قبول نیست، عاق است، انسانی که پدر و مادرش او را
عق کردند. و معنای عق چی است؟ بسیاری ها گمان میکنیم که تا زمانی که پدر و یا مادر با دهانش تو را عق کردم نگفت، فرزند عق نمی شود. و یا اینکه هر وقتی که پدر برای هر یک چیزی کوچک عقت کردم گفت، انسان عق می شود. عق پدر و مادر چی است؟ هر وقتی که در کاری که در وی گناه آمیخته نیست، شرک به الله و معصیت نیست، ظلم به مردم نیست، ناحقی نیست، پدر و مادر را با گفت خود و یا با عمل خود اذیت میکنید. اذیت کردن پدر و مادر در عملهایی که اون عمل گناه نیست و یا در عملهایی که اون عمل ظلم به مردم نیست، الکی عق پدر و مادر حسابیده می شود. برای مثال اگر پدر و مادر گفت نماز نخواندی من تو را عق میکنم، اینجا هرگز عق وجود ندارد، برای اینکه نماز این فرض الله می باشد. یا پدر و مادر گفت به همسرت پول نفرست، همسرت کتی معامله خوب نداشته باش، با خاله‌ات، با برادرت، با نفر دیگر قهری شو، اینها هرگز اگر پدر و مادر نکردی عق میشوی گوید هم عق نمی شود، برای اینکه در اینجا معصیت و ظلم به مردم است. اما در چیزهای عادی به من کمک کن گفت، مثلا پدر و مادر از فرزند خواه دختر خواه پسر کمک میخواهند، کمک مالی و یا دستگیری کردن در یکی از عملهایی که پدر و مادر در آن حقدار هستند، و یا عموما رفت و آمدی زیاد کردن، با من زیادتر بنشین، من بیمار هستم، و یا اینکه به من در خانه به چیزی کمک کن. و یا پدر و مادر از فرزند میخواهند به برادرت که شرایط خوب ندارد و تو شرایط داری کمی کمک کن، تمامی مالت رو نه، کمی کمک کن. بخشش زیاد. و در این وقت اگر فرزند سخن پدر و مادر را نگرفت و یا اینکه سخنی گفت که پدر و مادر رنجیدن، بیزارم کردید، من همیشه صحبت شما رو گوش میکنم، من از شما خسته شدم، شما به زندگی من دخالت میکنید، و یا فرزند کاری رو انجام داد که پدر و مادر خیلی از این خفه شدن و یا اینکه غمگین شدن، مثل اینکه نپرسیده به یکی از دارایی های پدر و مادر دست زد، و یا پدر و مادر را نزد همسرش، خواه دختر باشد خواه پسر، غیبت کرد و در حق آنها بد گفت، و یا پدر و مادر را تهمت زد و یا قدر آنها را پایان فراورد، و یا اینکه هر ناحقی که در حق پدر و مادر کرده می شود و پدر و مادر از آن خفه می شوند، غمگین می شوند، این الکی عق است، اگرچه پدر و مادر من تو را عق کردم نگویند هم. برای همین خود نفرانی که پدر و مادر از آنها خفه هستند، از آنها راضی نیستند، اگرچه به زبان نمیگویند، الکی عق پدر و مادر میشوند و این انسان ها هر عمل صالح هم که کردن تا زمانی که از پدر و مادر خود عذر و منظور نکردن، از آنها رضایت طلب نکردن، روزه اشان، نمازشان، دیگر عملهای صالح آنها هیچ در نزد الله قدر و قیمتی ندارد. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگن حتی نافله، عملهای نافله شما، کارهایی که شما فقط به خاطر ثواب کوچک و عملهای فریضه شما برای اون که فرض الله هست کردید قبول نمی شود. و احادیث زیاد درباره عق پدر و مادر است که عق پدر و مادر کدام وقت نمی شود. البته ما گفتیم که وقتی که پدر و مادر فرزند را به ظلم، ناحقی، نابرابری و یا گناه دعوت میکنند، اگرچه خفه شدند و یا ناراضی شدند هم نباید فرزند سخن آنها را گیرد، برای آنکه در اینجا پدر و مادر فرزند را به گناه و معصیت دعوت کرده ایستادند. و الله هم میگوید وقتی که پدر و مادر تو و این جاهدک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، وقتی پدر و مادرت تو را مجبور میکنن که به من شرک آوری، در حالی که به چیزی که تو جاهل هستی و یعنی از روی جهالت گناه میکنی، به هر گناه در ضمن این آیت تو را پدر و مادر دعوت میکنن آنها را اطاعت نکن، در اینجا عق نمیشود. اما وقتی دانستید که در حق پدر و مادر خود ناحقی کردید، غیبت کردید، دروغ گفتید، باید کمک کنیم بود کمک نکردیم، باید مهربانی کنیم بود مهربانی نکردیم، وقتم نیست، دوستانم مرا انتظار هستند، در تلفن با کسی صحبت میکنم، از یوتیوب چیزی رو میبینم، با همین عملها به پدر و مادر اگر ذره ما غم در قلبشان ایجاد کردیم و پدر و مادر احساس غم کردن، الکی این داخل میشود به
راضی نبودند و از این هم شدید اگر پدر و مادر آه کشد و گوید من راضی نیستم از این فرزند، کاری که این فرزند برای من میکند هیچ فرزندی نمیکند، الکی روزه و نماز و عملهای صالح خود پاداش آن را نباید انتظار شویم. و در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نفران منان را نیز ذکر کردند. آنی که منت میکند، منت کننده همان انسانی هست که همیشه عمل صالح انجام میدهد، خیلی خوب، ولی بعد از عملش رو انجام دادن میگوید من همین رو کردم، من به فلانی دادم، به خودی نفری که به او کمک کرد به او میگوید و این چنین به مردم هم میگوید. انا این گونه انسان ها هرگز عمل ثوابی که کردن در نزد الله قدر و قیمت ندارد. برای همین الله میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم الاخر. ای آنهایی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را، عمل های ثوابی که به خاطر ثواب به کسی پول داده چیز دادید با منت کردن و اذیت دادن نفری که به او چیز دادید برباد نکنید. مثل اونه که خودش مالش را فقط به خاطر ریا، به خاطر مردم نفقه میکند، صدقه میکند، ولی به روز قیامت و به الله ایمان ندارد. و در دوام خودی همین آیت الله میگوید عملهای اینها مثل همون خاکی هست که بالای یک سنگ سلیق است و باران آمد و همه‌اش را نابود کرد. و ریا یا خود منت کردن شما، وقتی که به کسی عملی خیر انجام دادید و پس از آن منت کردید که من به تو کردم، قدر ناشناس هستی، کاش به من رحمت میگفتی، کاش به جای این سخنهایت در حق کارهای کرده من یگان از سخن دیگری میکردی و این چنین به مردم من به فلانی یاردم میکنم منت، لیکن او به من هیچ رحمتی نمیگوید، قدر ناشناس است. اینها همش منت است که انسانی منتگر هرگز به او از آن عملی که انجام داد تماما یگان فایده نیست و این چنین عملهای او همه اش برباد است. پس منت وقتی کردیم بدانید که عمل ما از بین رفت و نباید با منت کردن تمامی عملهای خود را برباد دهیم. و یک طایفه دیگری که به ششم طایفه نفرانی که روزه اشان قبول نمی شود در اینجا آوردن، آنه که تقدیر را انکار میکند. انکار کردن تقدیر به جز این که خودش گناهی کبیره است انسان را از دین هم خارج میکند. برای همین یکی از شرط های ایمان آوردن به تقدیر می باشد. هر کسی که گفت فالبین تقدیر مرا حل میکند، ستاره یا خود گراسکوپ هایی که علم ستاره شناسی آن را دیده به تقدیر باور میکنند و میگویند این عملی که من کردم به خاطر این بود که من در خواب دیدم و یا در کتاب خوندم و یا فالبینی گفت و عموما میگن تقدیر نیست، خرافات است. انسان خودش همه کارش را، سرنوشتش را، بایگریش را، درآمدش را، بیماریش را، کمبغلیش را، اینها را انسان به دست خودش مینویسد و میکند. در این وقت انسان در اینجا تمام تقدیر را انکار کرد و ایمان آوردن و تقدیر شرط ایمان و شرط مسلمانی می باشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مسلم میگویند احرص علی ما ينفعك فاستعن بالله ولا تعجز و این اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء وفعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم جایی که به موضوع ما رابطه دارد اون رو بگویم، پیامبر میگویند اگر مصیبتی به تو رسید، کاری به تو شد که تو اصلا اون رو نمیخواستی، من اگر چنین میکردم چنان میشد، اگر فلانی به من در وقتش چنین نمیکرد الان حیاتی من دیگر بود، اگر در وقتش چنین بود من الان با تو جنگی نمیشدم. یعنی اگرهایی که الان تو میگویی اینها همه اش سبب میشود که تو به تقدیر ایمانت ضعیف باشد و یا شک و شبهه داشته باشه. برای همین وقت کار شد، مصیبت رسید، بگو که تقدیر الله هست و الله این را به من مقدر کرده است تو کرد،
برای آن که اگر گفتی این عمل شیطان است و برای تو دروازه از دروازه های شک و شبهه به تقدیر و این چنین بد دیدن مردم را باز میکند که با اگر گفتن خیلی ها سالهای دراز هم خودشان را میخورند هم مردم را میخورند. با مردم جنگ و جنجالی هستند، قهری هستند که وقتش چنین میکردی چنین نمیشد، اگر این بود اگر آن میشد، با همین مسئله کشش میخورد، حتی به تقدیر کفر آوردن و با مردم قهری شدن. برای همین آنهایی که به تقدیر ایمان ندارند پیش از آن که گویم روز اشان قبول نیست، به یگان شک و شبهه در نزد تمام جمهور اهل سنت و جماعت از دین خارج شده می روند و شرط قبول عمل این است که یقین بدانیم که هرچی از ما گذشت و هست به تقدیر الله هست و جزئیات تقدیر یک مسئله هست که از اسرار الله می باشد و تقدیر هرچی گذشت میگویم به قلم تقدیر بود، اما برای آینده شخص مؤمن همیشه باید حرکت کند و وقتی که به صد در و دیوار زدیم و باز تقدیر بالای مخالب آمد میگویم قدر الله ما شاء و فعل. و اینجا هفتم طایفه، هفتم گروهی که روزه آنها هرگز به درد آنها نمیخورد، ثواب ندارد، قبول نمی شود، اینها انسان‌های هستند که نماز رو ترک میکنند، بی نمازان گفتیم. لیکن پیش از آن که به این موضوع داخل شویم بیاید بدانیم که بی نمازی به چند گروه تقسیم می شود و علمای اهل سنت و جماعت در این باره چی میگویند. پیش از همه نفری که نماز نمیخواند به دو گروه تقسیم می شود. نفری که نماز نمیخواند و نماز رو انکار هم میکند، اصلا نماز فرض نیست یا تکبر بالای نماز میکند، میگوید من نمیخوانم، این چیز برای من نیست، شما قدر که خواستید خوانید، من به این چیز یعنی اون خیلی اهمیت نمیدهم. هم انکار کردن و هم تکبر کردن بالای این فرموده الله. انا این گونه انسان‌هایی که نماز که فریضه الله هست، با قرآن، با حدیث، با اجماع تمام مسلمان‌ها فرض بودنش دلیل هست و ثابت است، هر کسی که این کار میکند به شک و شبهه از دین خارج می شود. و او اگر روزه دارد هم، من نماز نمیخونم، به نماز اعتقاد ندارم لیکن روزه میدارم، سلامتی هم خوب می شود، البته برای سلامتیش هست اما هیچ اجر و ثواب نمیگیرد، روزه او قبول نیست. پس اتفاق در تمام مذهب ها از جمله مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، کل مسلمان ها هر کسی که نماز رو انکار کرد، نماز فرض نیست گفت، در خودی داخل نماز هر عملی که در شریعت همچون ضرورت شناخته شده است، مثل حجاب، مثل قرآن، مثل حج کردن و مثلا در مسجد نماز جماعت خواندن و اینها، هر کسی که این کار کرد دیده و دانسته او از دین خارج می شود. اما ندانست و جهلش بود، این مسئله دیگری خیلی بزرگ خلافی است. و اما انسان های هستند که اکثریت در تاجیکستان، اکثریت مسلمان ها میگویند نماز فرض است، پدر و مادر من میخواندن میدونم، لیکن الان من نمیخوانم به خاطر آنکه تنبل هستم و یا میگویند جوان هستم و یا میگویند سیرکار هستم، بعداً انشاءالله میخوانم. این گونه افراد بی نماز هستند اما نماز رو انکار نمیکنند، میگویند فرض است اما من نمیخوانم و خودشون عذرهایشون رو هم میارن که یا جوان هستند و یا چیزی دیگر. البته که پیش از همه این گونه انسان ها به گناه کبیره داخل هستند و حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتما باید زندانی شوند. یعنی در تمام کتاب های فقهی ابو حنیفه رحمت الله علیه این باب را یافته می توانید و حتی مسئله خلاف در دیگر مذهب ها هم هست که این گونه انسان را حتی باید تا مرگ مجازات شود. و در مذهب ابو حنیفه میگویند این گونه انسان هایی که از روی تنبلی نماز نمیخوانند باید امام سجن کند و یا خود زندانی کند. ولیکن این گونه انسان هایی که نماز رو از روی تکاسل یا گفتیم تنبلی نمیخوانند، در نزد جمهور علما مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی در بعضی قول و اکثریت علما اینها مسلمان هستند، کافر نمیشوند برای اون که میدونند که نماز فرض است و روزه اینها نیز قبول میباشد. لیکن یک طایفه دیگر
از جمله در مذهب امام احمد رحمت الله علیه و بعضی از علمای تابع امام احمد و بعضی از طالب علمانی که در زمان حاضر در بین ما هستن همین قول رو میگیرند و میگویند نه، از روی تنبلی هم که جوان و یا زن و یا خواهر برادر تاجیک نماز نخواند او از دین کاملا خارج می شود و روزه او، نکاحی او، یگان کاری او از روی شریعت نیست، کلا کافر است. البته این گونه سخن را میگفته انسان ها با خود دلیل دارند. در مذهب امام احمد همین هست و دلیلشون هم حدیث در ترمذی آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهدی که فرق بین ما و بین غیر مسلمان ها هست این نماز است. هر کسی که نماز را ترک کرد دیگر او کافر است. و همین دلیل رو گرفته میگویند از روی تنبلی نماز را ترک کرد و یا از روی انکار ترک کرد فرق نمی کند. یعنی هر کسی به نماز با این دلیل و در قول این مذهب ها عموما از دین خارج است. اما جمهور علما از جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند نفری که نماز رو از روی تنبلی نمیخواند البته او گناهی کبیره داخل گناهی کبیره است و باید حتما از روی شریعت زندانی شود و باید مجازات شود، اما او از دین خارج نیست. نمازش هم اگرچه نخواند روزه اش صحیح است، نکاحی او صحیح است و او مسلمان است. و به این قول امام شافعی هم هست، دیگر مذاهب هم هست. دلیلشان حدیث در ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از عباده ابن صامت روایت است که میگویند 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه و من لم یأت بهن فلیس له عند الله عهد ان شاء عذبه و ان شاء ادخله الجنه. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 5 نماز یا 5 وقته نمازی هست که الله برای بندگانش فرض گردانید. هر کسی که این 5 وقت نماز را خواند، ضایع نکند و از الله بترسد و حق تمام این نمازها را در جایش آورده خواند، او در نزد الله عهد و پیمان دارد که الله او را داخل جنت میکند. اما هر کسی که این نمازها را نخواند او در نزد الله هیچ عهد و پیمان ندارد. اگر خواست الله او را عذاب میدهد، اگر خواست داخل جنت میکند. و به این 2 عباره آخری پیامبر صلی الله علیه و سلم دقت میکنیم که میگویند اگر خواست عذابش میکند، اگر خواست داخل جنت میکند. اگر داخل جنت کرد پس البته که او مسلمان بوده است. با همین دلیل جمهور علما یعنی اکثریت علما میگویند کسی که از روی تنبلی نماز نخواند او را کافر نگوید، روزه ای تو قبول نیست نگوید، او مسلمان است اما مسلمانی عاصی است. اما چگونه که گفتیم نفرانی که این کارن نماز فرض نیست، اصلا برای من نیست نماز، که خواند نماز برای پیران سالان است، نماز برای اونهایی هست که الکی و نفقه برآمدگی هستند و یا پنسیونر هستند. میگویند بدونید که این گونه انسان ها اتفاقا با تمام 100% اهل سنت و جماعت از دین خارج میشوند و الله میگوید الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اونهایی که کافر شدند عملهای آنها مثل ریگ هست که وقتی که شمال خیلی سخت میوزد اون رو نابود میکند. یعنی هر عملی صالح اینها از صدقه و از حج و از روزه و از افطاردهی و اینها یگان تایش قبول نیست مگر اینکه توبه کردن که در بازهای توبه و بازگشت به سوی پروردگار همیشه باز است. هر کفر، هر شرک، هر عمل، هر گناه، معصیت، بدبختی که شد اگر انسان توبت الی الله گویان برگشت و گفت من توبه کردم و پشیمان هستم، این وعده الله هست که تواب الرحیم است، او توبه پذیر و مهربان است و تمام گناه ها را میبخشد. پس این بود موضوع امروز عزیزان درباره 7 طایفه که گفتیم
نماز آنها قبول نمی شود. اول شده آنهایی که به شرک آمیختگی هستند، دوم شده آنهایی که ریاکار فقط به خاطر مردم روزه می دارند، سوم نفرانی که دین را مسخره می کنند و یا انسانها را به خاطر دینشان مسخره می کنند، چهارم نفرانی که حقوق پدر و مادر اذیت دهنده پدر و مادر هستند، پنجم نفرانی که از عملهای خیر خود همیشه منت می کنند و ششم نفرانی که به تقدیر ایمان ندارند و هفتم آنهایی که به نماز هستند و از روی انکار نماز نمیخوانند. اما آنهایی که از روی تنبلی نماز نمیخوانند، اختلاف بین علما هست که آیا روزه اشان قبول است یا نیست و جمهور علما میگویند روزه آنها در جای است، ولیکن در بعضی از اقوال میگویند روزه آنها اگرچه از روی تنبلی باشد هم قبول نیست، ولی هرچی هم باشد اولین چیزی که روز قیامت حساب می شود این نماز است. باید هر یک مسلمان اولین عملش با نماز شروع شود و دیگر عملهای صالح به آن پیوسته باشد. و این بود برنامه امروزه ما درباره این طایفه. ببینیم که اگر سوال ها هست به سوال جواب می دادیم. سوال اول حاضر، یک دقیقه. سوال اول، اگر نیکی کرده اتان رو به خاطر آن که به یادش بیاید و از تو من هیچ خوبی ندیده ام نگوید، یادآور شوید گناهگار می شوید یا نه؟ اگر فقط به خاطر به یادش آوردن نیکی، یعنی اینقدر مثلا ما رو به حرمتی نکن گفتن به خاطرش آورده، در اینجا گناهگار نمیشود. این منت نیست و این رو حضرت عثمان عفان هم کرده بودند. وقتی ضدشان مردم شورش میخزاند و میگوید از خلافت باید دست کشی، در این وقت عثمان خودشان از نیکی های کرده اشان یادآور میشوند. از جمله میگویند من چاهی که وقتی کسی خرید به او پیامبر صلی الله علیه و سلم جنت وعده کرده بودند، من آن را خریدم. یعنی منت میکنن از عمل صالحشان تا که مردم اونقدر کرنمکی به گفته خودمان نکنند. به خاطر اونکه اونقدر همه این نیکی هایتان رو فراموش نکند گفتید، مسئله دیگر است. اما اینجا وقتی ما از منت صحبت میکنیم به کسی چیزی میدهیم و دقیقه نگذشته و یا مدت نگذشته از او انتظار خوبی هستیم و میخواهیم به خاطر نیکی کرده امون او ما رو به یک درجه برارد و حتی تا جایی که همیشه از او چیزی رو انتظار هستیم و برویش هم میگویم که من اگر نمی بودم تو چنین میشدی چنان میشدی، اگر نیکی من نمی بود تو الان این بودی و اون بودی، که این تماما همهش منت است. سوال دیگر، خاله جان همین زنک ها رو اگر از بالایشان تلاریزی مبادا یک بار یگان چیز بیار گفته باشد و فراموش کردی نهاری جاغ زدن سر میکنند، همه نیکی کرده تان را از یادشان میبرارند. این گونه انسان ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم، البته این در حدیث هم هست، سوال کننده عزیز که پیامبر میگویند اکثر شما زنها اکثریت اهل دوزخ هستید. من در شب معراج دیدم که اکثریت زنها اهل دوزخ هستند. وقتی زنها میپرسن از چی باشد، اولین سببش میگن یکفرن العشیر، شما همسر خود را کفران نعمت میکنید. اگر تمام عمرش، عیناً همین جمله را میگن، یک مرد به شما تمام عمرش نیکی کرد و یک بار نیکی نکرد، میگوید در عمرم از تو خیر ندیدم، که البته این کفران نعمت است. و خواهران عزیز به این لفظ خودمون اهمیت دهیم که سبب داخل شدن زن به دوزخ می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من لم یشکر الناس لم یشکر الله، هر کسی که به مردم شکرگزاری نمی کند و به الله هم هرگز شکر نمی گوید. باید هر یک نیکی که خواه شوهر خواه کسی دیگر کرد قدر آن را دانیم و زبان را از همین چیز که از تو نیکی ندیدم تو فقط همین خیل انسانی باز داریم. سوال دیگر، من یک خواهر هستم، خودم کار میکنم، پدر ندارم، مادرم من را کلان کرده به وایه رسانیده است. اگر به مادرم پول فرستم همسرم قهرش میکند. اگر پنهانی از همسرم به مادرم پول فرستم به همسرم خیانت میشود یا نه؟ خواهر عزیز، وقتی که خودتون به دستتون پول کار میکنید و اون پول شوهرتان نیست، شما میتوانید به مادرتون، به خواهرتون، به برادرتون، به هر نفری که محتاج است فرستید.
در اینجا خیانت نیست. خیانت زمانی هست که شما پول خانه رو دزدیده میفرستید و پولی که شوهر کار میکند اون رو میگیرید. ولی اگر با شوهرتون درباره این پول صحبت کرده باشید که پول هایی که شوهرتون کار میکند اون پول ها صرف میشود، پول های شما رو در یک جای پس انداز میکنیم، در این وقت در وقت کار کردن با شوهرتان حتما شرط مانید که پولی که من کار میکنم 50% برای خانه، 50% برای خودم هست که به این زن حق دارد. و برای مادر شوهر راضی نیستم، قهری هستم، هر چی گوید هم خواهر عزیز باید زنی که در دستش پولش هست از آن شوهرش نیست از آن خودش هست کمک کند، برای آنکه همون امرهایی که و بالوالدین احسانا هست هم برای مرد هم برای زن است. و شوهری که میگوید به مادرت کمک نکن و قهرش میآید، اول شده گناهگار است، دوم شده به این چیز حق ندارد چون پول زن مال شخصی او می باشد. سوال دیگر، باید روزه امان را با چی کشاییم؟ کشادن روزه را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند با خرما کشایید، در این باره حدیث است. و اگر خرما نیافتید با آب کشایید چون آب طهور است، یعنی پاک است. و از روی طب هم کشف شده است که خرما که 95% گلوکوز دارد، وقتی که روزه‌دار با آن روزه اش را میکشاید یک باره خون بدنش خیلی خوب به حرکت می‌دراید و جسم او هم یک کم از اون بی‌قوتی که رفت یک باره بالا می شود. و اگر خرما نیست آب خورد که تمامی نمی بدن در روزه‌داری می رود، آب انسان را یک باره به قوت می درآورد و از روی حدیث پس خرما بهترینش. اگر خرما نداریم با آب روزه امون را می کشاییم. سلام علیکم، در رمضان نماز نفل چقدر ثواب دارد؟ و علیکم السلام. در رمضان و در غیر رمضان همیشه نمازهای نافله و تمام عملهای نفل ثواب زیاد دارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر یک عمل از 10 تا 700 درجه از خودش زیادتر ثواب میگیرد. برای یک رکعت شما ثواب 700 رکعت رو میگیرید. اما حدیث دیگر است که الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی میگوید مگر روزه یا در رمضان که اجر روزه‌داران را الله از پیش خودش میدهد که به مراتب از 700 درجه هم زیادتر می باشد. سوال دیگر، پدرم میگوید یا آتم میگوید عشر ندهید روزه قبول نمی شود، عشرش چی است؟ عشر از خودی عشر گفته هر میوه و سبزواتی که از محصول باغتان میگیرید از 10 یک قسمش را به کمبغلان دادن می باشد. و این زمان فرض می گردد که تقریبا به نیم تانه حاصل شما رسد. یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هر چیزی که از باغتان گرفتید، خواه سبزوات باشد خواه میوه‌جات باشد، همون روز گرفته اتان از 10 یک قسمش را عشرش را به کمبغلان دهید. ولیکن در نزد جمهور علما تا زمانی که تقریبا به 500 کیلوگرم نمی رسد از اون 10 یکش را نمی دهید. لیکن قبول شدن یه روزه با عشر هیچ رابطه ندارد. این یک زکات سبزوات و میوه‌جات است که انسان‌هایی که سبزه و میوه‌جاتشون تا مقدار برآمده است از آن عشر میدهند. سوال دیگر، مادرم مرا دائم میگویند طلاق زند را ده، 3 فرزند دارم، حیرانم چیکار کنم؟ اگر من این گپ مادرم را نگیرم عاق میشوم و روزه ام قبول نمیشود. در وقتی برنامه سوال دهنده عزیز گفتیم که پدر و مادر زمان عاقشان عاق حسابیده می شود که فرزند را به یگان کار درست امر کنند و فرزند این را انجام ندهد. اما طلاق که خودش ظلم اول شده به همسر است اگر بی سبب باشد، سپس ظلم به فرزندان است. بعد از طلاق فرزندها کجا می روند، چی کار می کنند، آنها باقی می مانند. اینها همش یک مسئولیت بزرگی پسر می باشد. برای همین اگر فرزندت و همسرت رو طلاق ندادی من عاقت میکنم گفت، پیش از همه عاق حسابیده نمی شود. دوم حتما سببش را هم از مادرتون هم از همسرتون پرسید که سبب در چی است که طلاق رو میخواهند مادر شما. و البته اگر یگان مشکلی با همسر شما داشته باشند می توانید به همسرتون به خوبی نصیحت کنید که از مادرم عذرخواهی کن و یا هر چی باشد با مادر من مراسا کن تا اینکه من
با مادرم مشکلی نداشته باشم و مادرم از من نرنجد. که البته آنهایی که البته در تاجیکستان خشتامندها یا نفرانی که سن سالشان در بالا است، وقتی عروس و یا نفرانی کوچک از آنها عذر خواهی میکنند، با آن قلب مهربانی خود عذر را قبول میکنند. و اینجا اگرچه مشکلی زیاد در مادرتان باشد هم، به خاطر آن که حق مادر همیشه بالای فرزند از تمام حقوق بالاتر می ایستد، و جز حق الله باید رضایت مادر را گیرید، اما نه به طلاق دادن، بلکه با راه دیگر که اینها را چگونه آشتی کنم که هر دو با هم صلح کنند و طلاق همسرتان را نخواهد. سوال دیگر، خاله یک دعای با قوت درباره دعا دادن، اگر به سوال ها جواب میدادیم برای اینکه سوال ها خیلی زیاد است. السلام علیکم و رحمت الله. خواهر عزیز، به خاطر فرزند با رضایت طرفین یعنی بی جنجال جدا شوند زن و شوهر، آنها گناهکار می شوند یا نه؟ و علیکم السلام و رحمت الله. طلاق در شریعت حلال است و هر کسی که سبب پیدا کرد که اولین سبب این است که زن و شوهر دیگر میدانند که زندگی آنها یک جایه نمی سازد، آنها به مشکلی ها دچار می شوند، جنگ و جنجال زیاد است، یکدیگر فهمی نیست، اگر طلاق گرفتن هرگز گناهکار نمی شوند. طلاق زمانی حرام است و یا گناه است که به یگان سبب و یا به سبب های کوچکی که هر روز در هر یک خاندان می گذرد مرد زنش را طلاق دهد. اما عادی طلاق دادن، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم همسر خود را طلاق داده بودند و صحابه ها نیز همسران خود را طلاق داده بودند و درباره طلاق سوره طلاق آیات های زیادی طلاق است، فقط اگر سبب داشته باشد. البته با رضایت طرفین که هست، سبب هم هست، هر دو طرف راضی هستند که هیچ کس در اینجا گناهکار نمی شود. السلام علیکم اپا جان، سوال چنین است: زن روزه‌دار است، بین نماز عصر و شام حیض می شود، آیا روزه اش را تا شام نخورد؟ و علیکم السلام و رحمت الله. البته که 1 دقیقه و یا 1 ثانیه پیش از افطار زن حیض شد، الکی او باید روزه اش را خورد، یا خود اگر نخورد هم وی روزه حساب نمی شود. البته اجر آن ساعت های گرسنگی که به خاطر روزه‌داری زن روزه‌دار بود آن را میگیرد، لیکن حتی 1 دقیقه تا شام ماند و زن حیض دید، الکی تمام همان روزه اش را قضاش را او داشته میدهد و روزه امروزه اش تماما حسابیده نمی شود، برای آنکه حیض از مانعات روزه می باشد. اگر شوهر بینماز باشد، به روزه‌داری ضد باشد، روزه داشته به کار خانه تنبلی نکن میگوید، چی کار کنم؟ روزه را پنهانی میدارم اما فهمت میخورم، به جهل است. پیش از همه خواهر عزیزی که این سوال را دارید، حتما باید با این گونه شوهر چگونه در دوام زندگی شما زندگیتان را دوام میدهید خیلی خوب فکر کنید. شوهری که از فرض الله زنش را میدارد و حتی اگر به کتاب‌های فقه نگاه کنیم، این انسان از دین خارج شدنش خیلی آسان است. برای همین در وقت نمازهای فریضه، روزه‌های فریضه و هر چیزی که حجاب و فرض است، شوهر اگر نکن گوید، هم زن باید اطاعت پروردگار را کند. در شریعت هر اطاعتی که به الله گناه است، آن اطاعت را وقتی کردید خودتان گناهکار میشوید. روزه را حتما دارید و از جهل شوهر هم اگر خیلی میترسید، یگان خویشاوندان خود را از پدر و مادر خود، از یگان نفر دیگر طلب کنید که به داخل به میان آیند و به شوهرتان فهمونند که روزه چیزی مسخره نیست، از رکنهای شریعت است، این کار کننده روزه از دین خارج می شود. در این باره حتما باید از نفر یاردم طلب کنید و به شوهرتان وقتی که فعلش در جایش هست و قهرش فرامده است، حتما فهمونید که اگر روزه نداشتید نمی شود. و این را هم یقین بدانیدتان خواهران عزیز، هر نفری که شوهرش نماز نخوان، روزه فرضی را نگیر، حجاب نگیر میگوید، زن به یگان چون و چرا میتواند طلب طلاق کند. ولیکن اگر امید دارد که این شوهر اصلاح می شود، البته اصلاح کردن از طریق نصیحت و با خویش و تباران بهتر است تا یک عائله ویران نشود. سوال دیگر: فرزندی به بلاغت رسیده یا خانه‌دار شده روزه نگیرد، آیا پدر و مادر جوابگر هستند؟ پیش از همه بعد از به بلاغت رسیدن و یا بعد از ازدواج کردن، الکی پدر و مادر
بالای فرزند خود جوابگو نیستند. در زمانی که اگر آنها سبب شده باشند که در کودکی نماز یاد ندادن، در کودکی درباره روزه به فرزندان صحبت نکردن، سهل انگاری کردن، البته به آنها گناه هست، برای آنکه تربیه اول یا کاشتن اولین عقیده اسلامی این به دوش پدر و مادر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر یک کودک با فطرت توحید یکتاپرستی تولد می شود. پدر و مادر سبب می شوند که او مسلمان شود و یا مجوسی و یا یهودی و یا نصرانی. ولیکن شما همه کوششتان رو کردید، ولی فرزند بعد از به بلاغت رسیدن و یا ازدواج کردن الکی گپ شما رو تماما نمیگیرد. البته پیش از اون که گوید نه ذمه او جدا است، پدر و مادر که نمیخواهند فرزندشان در دوزخ بسوزد همه چاره ها رو اندیشند، با او قهر شوند به خاطر اون که مثلا روزه اش رو گیرد، یا با او یگان نمود معامله کنند که فرزند بداند که پدر و مادر از این کار راضی نیستند و با او معامله خوب نخواهند کرد. یعنی با یک عمل به فرزند خود فهمونید که از این کارش راضی نیستید تا برگردد. اما به هر حالی که کردید و نشد، البته که شما گناهگار نیستید، برای اون که بعد از به بلاغت رسیدن و الکی زندگیش رو کاملا جدا کردن که در ذمه شما او نمی شود. سوال دیگر: در وقت روزه سحر نخورده خواب برده مونه چی کار میکنیم؟ در وقت روزه اگر سحر نخوردید، روزه شما درست است، از خوابتان میخیزید، روزه رو دوام میدهید. سحر کردن یا سحور خوری در اسلام این خودش مستحب است، عملی که اگر کردید خیلی خوب، نکردید به روزهتون هیچ ضرر نمی کند. از اینکه شما الکی گفتید من رمضان رو همش رو روزه میگیرم یا یک روز پیش فردا روزه دارم، این همان نیت است و سحر نخوردن به روزه شما هیچ ضرری ندارد. آیا نماز تراویح قضا دارد؟ البته که نماز تراویح سنت است و قضا ندارد. اگر شما تراویح رو با سبب نخواندید هیچ مشکلی ندارد، روز دیگر تراویح رو باز دوام میدهید. السلام علیکم اپا جان، من زن دارم، یک دخترچه دارم، زنم دیگر تولد نمی کند، شرایطش تنج، زن گیرم میگویم راضی نمی شود، به خاطر فرزند چی کار کنم؟ و علیکم السلام و رحمت الله. پیش از همه برای زن دوم و یا سوم گرفتن ریزگی زن حتمی نیست، یعنی ریزگی زنی اول حتمی نیست، مرد میتواند به اجازه زنی یکمش زن گیرد. چیزی دوم، اینجا تقریبا شاید 80% زنها این چیز را نخواهند. اگر زن شما تماما نمیخواهد و شما 100% میدانید که باید صاحب فرزند شوید، میتوانید یک علاج کرده راضی کنید، راضی نشد پنهانی، یعنی به زن یکم نگفته هم شوهر میتواند زن گیرد. سوال دیگر: نکاح خویش و تباری یگان ضرر برای فرزنددار شدن دارد یا نه؟ درباره نکاح خویش و تباری پیش از همه در شریعت این چیز حلال است و در قرآن کریم آیت است که پیامبر الله برای تو زنهای ببخش دختران خالعت و عمت و خویش و تبارت حلال هستند و پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر خودشون فاطمه رو با علی با پسر عمویشان داده بودند و این چونین خودشان زینب دختر عمهشان را گرفته بودند. ولی نکاح خویش و تباری فقط با یک دلیل که شما از دورتر ازدواج کنید تا که خویش و تباری شما زیاد شود. با همین اگر از دور هرچی ازدواج کردید خویش و تبار زیاد می شود و اگر بناگهان با خویش و تباری خود ازدواج کردید کودک بیمار شد، این را یک باره به خویش و تباری کشانیده نمی شود. و البته در این باره فقط در خاطرم نیست که حدیث صحیح بود یا نه، حدیث خوانده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما از دور یا از بیگانه ازدواج کنید تا فرزندتان قوی شود، یعنی کودکی که از عائله های دوری با هم ازدواج کرده و دنیا می آید کودکی با قوت می شود. برای همین فقط همین معنا حدیث هست که فرزند با قوت می شود اگر از خویش و تبار نباشد. اما چه خیلی که گفتیم این معنایش این نیست که مثل مسیحی ها که در آنها نکاح خویش و تباری حرام است، مثلا دویور نبرد و یا خود عموزاده و عمزاده رو الکی محرم خود میدانند. در اسلام و در قانون اسلام این رو جاری کردن این پیروی از مسیحیت است و اون من ضد شریعت است که در شریعت نکاح خویش و تباری حلال است. سوال دیگر: روزه نفل آیا قضا دارد یا نه؟ درباره روزه نفل که قضا دارد و یا ندارد مسئله اختلاف بین علما هست. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه باید قضای نفل را داشته دهید
برای اون که عمل خود را باطل کردید. و در این باره حدیث هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی عایشه و حفصه روزه‌دار بودند و خوراک میخورند میگویند برای این بجای این روز یک روز دیگر روزه داشته دهید. این دلیلشون است. اما در نزد جمهور علما روزه نفل قضاگی ندارد و دلیل هم دارند که هر کسی که برای نفل روزه گرفت او امیر نفسش هست. اگر خواست روزه اش را میخورد، اگر خواست روزه اش را دوام میدهد. و در ابن ماجه هم حدیث است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه‌دار بودند و خوراک میخورند و میپرسند که حضرت عایشه شما مگر روزه‌دار نبودید؟ میگویند این مثل صدقه است که کمی از پولت را به کسی میدهی بقیه اش را به خودت میگیری. پس حدیث دو نمود آمدگی هست. گروه از علما میگویند روزه نفل هیچ قضا ندارد، گروه میگویند قضا دارد، ولیکن جمهور علما به آن هستند که روزه نفل یک روزه مستحبی است. اگر شما قضا نداشتید هیچ مشکلی ندارد. و سوال دیگر، اپا جان معنای گناه کبیره رو میفهموندید پیشکی رحمت؟ معنای گناه کبیره هر گناه و یا هر عملی که در قرآن برای کننده اش جزا آمده است که لهم عذاب شدید و یا لهم عذاب علیم، یعنی برای آنها عذاب دردناک است، عذاب سوزان است، آنها اهل دوزخ هستند و یا الله و پیامبر آنها را لعنت کردند، اینها گناه های کبیره می باشند. و به گناه کبیره رنجانیدن پدر و مادر، دروغ گفتن، غیبت کردن، از همه بزرگش کفر و شرک و دزدی و اینها داخل می شوند که برای کننده اش در قرآن و در سنت جزا آمده است که یا الله یا پیامبر لعنت کردند یا برای آنها عذاب دردناک و سوزانست گویان وعید شده است. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نماز تراویح رو باید چند رکعت خوانیم؟ و علیکم السلام و رحمت الله. در همین سایت یوتیوبی پیام پیشگیری از خرافات های رمضانی برنامه هست. در آنجا کاملا درباره نماز تراویح چند رکعت باید خوانده شود، 8 رکعت و یا 20 رکعت، و اگر 8 رکعت خواندیم چی، 20 رکعت خواندیم چی، تماما موضوع کامل است و سوال کننده عزیز می توانید از همان نوار تمامی همین مسئله رو به پورگی بفهمید. ولیکن به هر حال نماز تراویح رو 8 رکعت خوانید هم می شود، 20 رکعت خوانید هم می شود. 8 رکعت پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده بودند، حدیث در بخاری است. 20 رکعت حضرت عمر و حضرت علی خوانده بودند، جماعت خوانده بودند. این سنت خلفای راشدین است. کدامش رو که خواندید ثوابش رو می گیرد. سوال دیگر، زن را طلاق دادگی باز می خواهد با شوهرش در علاقه باشد، چی کار کنم؟ مصلحت دیت حکمش چی است؟ اینجا زن را چند طلاق دادگی هست و چند مدت گذشتگی است حتما باید بدانیم. از پیش خود هیچ چیز گفته نمی شود. برای آنکه زن را 3 بار جدا طلاق داده باشد الکی اونها هرگز با هم یکتا شده نمی توانند مگر اینکه الا ان تنکح زوجا غیره، زنک به یگان کس شوهر کرد و باز با تقدیر الله از او جدا شد، در این وقت به شوهرش حلال است. اما فقط 1 طلاق داده باشد و یا 2 طلاق و یا در یک بارگی فقط 1 بار 3 طلاق داده باشد، فقط 1 روایت و یا 1 قول از ابن عباس است که اینها می توانند باز یک جا شوند. سوال دیگر، اینجا سوال دهنده های عزیز هر سوالی که به رمضان و به موضوع رابطه دارد به آن جواب می دهیم و سوال ها اگر وقتمون جواب می دهیم و در موضوع های دیگر که درباره نکاح و طلاق باز صحبت میکنیم انشالله به بقیه سوال ها جواب خواهیم گفت. سوال، اپا جان درباره زکات صحبت میکرده، در ماه رمضان باید زکات داده شود؟ درباره زکات حتما انشالله صحبت میکنیم برای اینکه موضوع زکات از بزرگترین موضوع ها در شریعت اسلام است. به هر حال حتمی نیست که در ماه رمضان باشد. زکات از زمانی که مقدار پول در دست شما بوده به نصاب رسید، یعنی به 85 گرم طلا و یا به 595 گرم نقره برابر شد و از همان روز 1 سال گذشت و در دست شما همان پول است، زکاتش فرض می شود. حتما باید زکاتش را بدهید که 2.5% است، یعنی از 85 گرم طلا که پولی آن تقریبا 3700 دلار می شود اگر خطا نکنم به نسبی به مقدار نرخ روسیه. اگر 3700 دلار در دستتان پول است 1 سال کامل گذشت باید از آن شما 2.5% را بدهید. 2.5% 3700 را می برارید حساب کرده و
از آن میدهید. بسیاری ها در ماه رمضان میدهند و از روی رمضان حساب میکنند برای آنکه اجر هر یک عمل در رمضان چند کرات بالاتر است و میخواهند هم برکتی ماه رمضان را گیرند هم اجر و ثواب زکاتشان را. اما آنهایی که پولشان به 85 گرم طلا برابر نیست، اگرچه رمضان هم آمد آنها زکات نمیدهند، و یا آنهایی که قرضدار هستند و یا آنهایی که پول در دستشان نیست و به کسی داده اند و گرفته نمیتوانند، که در این باره انشاءالله یک موضوع کامل در باره زکات و چگونه باید در این ماه زکات براریم صحبت میکنیم. سلام علیکم. در پاچه ام زخم دارم، تارت شکنه روزه دارم، نماز بخونم یا نه؟ در زخمی که در پای شما وجود دارد و نه به روزه شما و نه طهارت شما یگان خیلی زیان نمیرساند. زخم علکه خودش در اینجا مسیح جبیره میگویند خیلی خوش رو کرده میبندید. بعد از آن که بسته شد هر نماز اگر جایهایی که باید طهارت کنید، یعنی از بجولکی پایان باشد، با آن مس میکشید، نه اگر بالاتر باشد وی رو میبندید و با همین نمازتون را دوام دادن میگیرید. و اینجا آیا درباره سوال دیگر، آیا به آگاه کردن ولی دختر با اون نکاح کردن درست است یا نه، موضوع خیلی مسئله وسیع است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه اگرچه جایز است به ولی نکاح کردن، ولی شرط های دیگر دارد. حتما نکاح اعلان شود، مردم بدانند، خوراک پخته دهند یعنی ضیافت کنند و 2 شاهد وجود داشته باشد. لیکن در نزد جمهور علما و حدیث صحیح ثابت در تمام کتاب ها هم هست که زن را به اجازه ولیش که علل خصوص پدرش هست نکاح کردن گناه است، نکاح آنها باطل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. هر زنی که به اجازت ولیش که اول شده پدرش هست ازدواج کرد، نکاح او باطل است و باطل است و باطل است. و برای این حتما باید رضایت پدر، اگر پدر وجود نداشته باشد برادر و یا تقا عمو، هر خویش مردینه زن وجود داشته باشد. و اینجا به پایان برنامه میرسیم. اگرچه بعضی از سوال ها بود ولیکن به موضوع هیچ رابطه نداشت و من هم نخواستم جواب دهم. شنوندگان عزیز، به خاطر روزه‌داری باشد یک چند اشتباهاتی کلام دارم. شمایان عزیز را به پروردگار یکتا میسپارم به امید آن که روزه ما، نماز تراویح ما، همه عملهای صالح ما را پروردگار قبول کند و هرچی دعای نیک برای خود و عزیزان و ملت و تمام مسلمانان داشته باشیم، الها در این ماه همه دعاهایمان اجابت گردد. به الله یکتا میسپارم، در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه.